آخه گازوئیل به خورد مردم میدین، بی انصافا. از هر 10 نفری که تو پیجم مشاوره میدم 8 نفرشون یا کبد چرب دارن یا غلظت خون. چطوریه که برای تولید 1 کیلو روغن آفتابگردون به احتیاج به 5 کیلو مغز تخمه آفتابگردون کیلویی 200,000 تومان لازمه، ولی شما 1 لیتر روغن رو میخرید 60,000 تومان. حالا نیایم کامنت بذاریم بگین که وای تو اینو گفتی از فردا باید روغنم گرون بخریم. ما تو کارخونه میان تخمه آفتابگردون رو با حرارت و پرس حسابی له میکنن تا آب و روغنش جدا بشه و بعد برای اینکه آب رو از روغن بتونن جدا کنن بهش هگزان میزنن. هگزان یک حلال صنعتیه که عین گازوئیل. هگزان با روغن قاطی میشه و با یک کم حرارت رنگ و بوش هم از بین میره. حالا همون روغن رو میان به این اضافه میکنن. حالا این چیه؟ همون پارافین، یعنی همون چیزی که شمع رو باش روشن میکنن. تا حالا شمع روشن کردین چه بویی میده؟ اینه تا صبح ولش کنی همینجوری میسوزه. دستمال کاغذی و روغن. حالا فکر کن تو روزانه داری اینو میخوری. برای همینه که سکته قلبی اومده تا 20 سال. برای همینه که همتون کبدتون چربه و زود عرق میکنه. یا حرارت دارین و ریزش مو هم دارین. کف سرتون هم چرب میشه. من روغن فروش نیستم، ولی یه لیست تهیه کردم از روغنای سالم و سلامت. خودم هم از اونا استفاده میکنم. اول این پست رو بفرست برای اونی که سلامتیش واسط مهمه، بعدم کلمه روغن رو واسم بفرست، لیستش رو واسط ارسال کن.